بچه های گنده گرچه میریم به بازی اما اصلا کوچولو نیستیم، دارای فکرای خیلی نیستیم. انجمن بچه های گنده. مهراد، مامانو بیشتر دوست داری یا بابا رو؟ هر دوتاشون رو مامان بابا رو بیشتر دوست دارم. وقتی بنده خیلی زیاد دوست دارم مامان بابا رو خیلی کم دوست دارم. باید پسر خوبی باشه، وقتی مامان بابا گفتن این کارو نکن حرفشو گوش کنه، وقتی گفتن برو همون بره. مگه تو وقتی که مامان بابا میگن برو همون مقاومت میکنی؟ میگی نمیرم همون؟ نه، به زوری میرم. میخوای درس بخونی چی کاره بشی؟ پزشک. دماغ عمل کنم، گونه بذارم، لب پروتز کنم، موجه ها رو فکر کنم. بزرگشی چی کار میکنی؟ شوهر میکنم زود. با کی؟ ایرج نوزری. چرا ایرج نوزری؟ خوشگله، خوش تیپه، مایه داره، شبا کچمش رو در نمیاره. که لیسانس بگیرم برم کار پیدا کنم. اونه که قدشون کوتاه لیسانس نمیتونن بگیرن؟ خانوما میتونن، بزرگا هم میتونن، فقط بچه ها نمیتونن. پیرمردا هم نمیتونن؟ چرا؟ اونا که دیگه بزرگ شدن که. اونا نه، نمیتونن، چون اگر لیسانس بگیرن 20 سال دیگه مردن. طراح لباس. طراح لباس مگه چی کار میکنه که تو دوست داری؟ مثلا هر طرحی که تو ذهنشون اومد یا اگرم طرح کم تو ذهنشون بود تو اینترنتشون سرچ میکنه. بعد پیدا میکنی بهشون پیشنهاد میدی؟ چه لباسی دوست داری طراحی بکنی؟ عروس. یادم پول داشته باشم یه پولشون میزنم واسه بنز سقف بازی، سقفش بسته میشه سقفش باز میشه، نصف پولشم میذارم واسه یه ویلا. اینقدی این همه ماشین رو میذارم کجا؟ خب یکیش باشه بچم، خب یکیش باشه بنزه واسه خودم، پراده واسه بچم، خب بعد اون ماشین، بعد اون پژوه واسه خانومت. ماشین خوبه واسه خودت و بچت؟ آره؟ خب معمولا اگر به خانوما پژو یا پراید یا پیکی بدی بهتره. چرا؟ یا 206. چرا این ماشینا بهتره؟ چون اگه از این ماشین بودن تو بگیری ویراژ میدن یکی رو میزنه میکشن. چرا میخوای درس بخونی؟ ساکت بمون که بهت بگم. چی؟ ساکت بمون که بهت بگم. چون که باشاوت بچه بیشاوت شاوت کامیون میشن. واسه این که یه چیزی ازت میپرسن نگی که من نمیدونم. تا حالا همچین اتفاقی برات افتاده؟ به. کسی بوده چیزی ازت بپرسه بگی من نمیدونم؟ به. بعد به چه نتیجه‌ای رسیدی؟ بعد نتیجه رسیدم که بعد درس بخونم. یه همسر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خوشگل باشه، باید آقا باشه، مثل ما باشه، معامله با کسی میکنم با جر و بحث نکنه. بعد جورابات هم بشوره برات؟ روز خواستگاری چی میگی؟ خجالت میکشی؟ جوک بلدی بگی؟ جوک؟ مگه من گوشی دارم که اسمس بازی کنم جوک بگم؟ یه روز یه گورباغه دنگو شده میره میگه سلام آقا زرافه شما میخوانی چی بخوری؟ میگه میخوام سبزی بخورم. میگه بخور میره میگه خواهی خرگوشه میخوای چی بخوری؟ میگه میخوام حویج بخورم. بخور میره سر به آقا ماره میگه آقا ماره شما میخوای چی بخوری؟ میگه میخوام یه گورباغه دنگوشت بخورم. بخور. یه جا عروسی بوده غذا کم یاد، به ارکستر میگه برو بگو غذا کمه، میگه سیاه نرمه سیاه غذا کمه، سیاه دوتا یکی سیاه بچه ایچی. یه مرده با یه خر فوتبال بازی میکرد، مردم جمع شدن گفتن که چرا داری با خر بازی میکنی؟
بعد مرده گفت که قابلش کن بابا زیاد خرد میشه. خرد 6 تا گل زد. فرق اعتیاد با احتیاط چیه؟ جولن